دوستان عزیز سلام. من سعید دربان هستم و اینجا تیم مهندسی کهربا الکترونیکی. یه دونه برد کولر گازی 24000 جنرال مکس داریم. با این ایراد پیش ما اومده که فن دستگاه یه وقتایی کار نمیکنه و یا اگرم که کار میکنه نوسان داره. برد رو بررسی کردیم. اولین چیزی که به ذهنمون رسید خرابی تغذیه بود که اومدیم خازن‌ها رو بررسی کردیم و دیدیم که بله، خازن‌های دستگاه ایراد دارن. به عنوان مثال الان این خازن 1000 میکرو هست. پارامتراشو بهتون نشون میدم که ببینید که چجوری خراب شده تا انشالله شما هم بتونید از این تجربه استفاده بکنید. خب دوستان، من خازن رو به LCR متر متصل کردم. پارامترهای خازن رو ببینید. ESR 1 که اوکی هست. زاویه تتا منفی 85 و 7 خیلی لبه مرزیه. میدونیم که زیر منفی 85 دیگه خازن مشکل داره. دی ما هم داره 700 نشون بده. حالا این دی تغییرم میکنه تا 1/10 هم گاهی وقتا میاد. دی میدونیم که باید نزدیک به 0 باشه. کیو هم باید بالای 15 باشه که اینجا داره 14.5 میزنه. بنابراین خازن ما خیلی لبه مرزی و میشه گفت معیوب هست و تعویضش کردیم. ممنون، مرسی.